سلام، خبرهای مهمی رادیوی آزادی را از روز دوشنبه 15 دکبر من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. با تصمیم پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان تغییرات در بعضی مقامهای دولتی صورت گرفت. از جمله رکتور دانشگاه آموزگاری تاجیکستان عبدالجبار رحمانوف به وظیفه یاوری پرزیدنت در مسائل اجتماعی و رابطه با جامعه تعیین شد. این وظیفه را قبلا سید مراد فتاحزاده اشغال میکرد که آخر هفته گذشته به وظیفه معاون رئیس حزب حاکم خلقی دموکراتی تعیین شد. در یک صحبت کوتاه تلفنی با آزادی عبدالجبار رحمانوف گفت از این تعیینات خوشحال است. باوری بسیار برای سرور دولت آزادی کرد برای منفعت ملت و خدمت کنیم. پیشنهادها و اندیشه‌ها خیلی زیاد هستند، همه چیز برای پیشرفت جامعه و بهتر شدن محیط اجتماعی جامعه. جای رحمانوف را در وظیفه رکتور دانشگاه سابق رئیس کتابخانه ملی تاجیکستان ناصر جان سلیموف گرفت. در همین حال معلوم شده است که وزیر اقتصاد و رشد سودای تاجیکستان شریف رحیمزاده برای خود نامزدها به وکیل پارلمان از جانب حزب حاکم خلقی دموکراتی پیشبری شده است. انتخابات ماه مارس سال 2015 برگزار می شود. یک ساکن پایتخت تاجیکستان قیام الدین حکیموف ادعا دارد که گروهی ناشناس او را با دستور محمد علی شریپوف کارمند دادگاه عالی کشور لاتوکب و 8 روز در بیمارستان بستری کرده است. این ساکن پایتخت در نامه شکایتش به عنوان وزیر امور داخلی تاجیکستان نوشته است که حملگران او را در محل کارش توقیفگاه ماشین‌ها با مشت و لغت از پای درآوردند و بیش از $2000 را با خود بردند. صحنه لاتوکب حکیموف را یکی از دوربین‌های اطراف ثبت کرده است که در آن چهره بعضی حملگران نمایان است، ولی دعواگر میگوید که خادمان پلیس نه تنها پرونده را پیش نبردند بلکه به او مشورت دادند که از این دعوایش بگذرد. در دوشنبه همایش سالانه شرکت‌های سیاحی تاجیکستان برگزار گردید. در همایش با شرکت بیش از 40 شرکت سیاحی کشور مشکلات ساحه توریسم و جهانگردی، خدمات مهمانخانه‌ها و دیگر مسائل‌ها بررسی شده است. فتاح فیض‌الله‌ف رئیس انجمن تشکیلات توریستی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت یکی از مسائل‌ها تشکیل شرکت کلان ملی سیاحی در تاجیکستان است که تواند با مقامات دولتی و هم شرکت‌های خصوصی همکاری کند. امروز جماعت بخشیده در آن است که بسیارتر همون درباره ساختن شرکت توریستی ملی با همکاری که دولت و هم بخش خصوصی این ساختن لازم برای که در بطن دنیا این چیز هست. سیاحان خارجی از اروپا و غرب به تاجیکستان اساساً به خاطر دیدن کوههای بلندش و زیارت بدخشان سفر میکنند. سال حدوداً 350,000 نفر با هدف توریسم به تاجیکستان میآیند که به گفته متخصصان چندان زیاد نیست. در نمایشگاه در شهر دوشنبه بزرگترین قالین دستبافی ایرانی که شامل کتاب رکوردهای گینس است به معرض تماشا گذاشته شد. این نمایشگاه که روزهای استراحت با ابتکار شرکت قالین‌های فارسی در تالار مهمانخانه تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار شد، حدود 200 قالین دستباف از جمله بزرگترین قالین دستباف ایرانی را به تماشا گذاشت. این قالین 10x16 هستش، 160 کوادرات میاد. بعد اینو در مدت 15 سال تیار شده با 50 نفر کارگر متخصص. بعد وزنش هم 500 کیلوگرم است و در کتاب گینس هم به ثبت رسیده. عجیب این است که با گفته مسئولین توجه بیشتر را برای خریداری و تماشای قالی‌های دستی خارجی ها نشان دادند، نه ساکنان محلی. و برای دریافت اخبار و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیو آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیو آزادی برای تلفنی همراه مراجعه کنید.